وقتشه که تلسکوپ بعدی ناسا بره سراغ ماده تاریک. ماده تاریک نوعی ماده ناشناخته است که خودش نور ساطع یا جذب نمیکنه. برای همین مستقیما دیده نمیشه، اما اثر گرانشی اون روی ستاره ها و کهکشان ها نشون میده که باید وجود داشته باشه، حتی لابلای انگشتای ما. تقریبا 85% از کل ماده کیهان رو تشکیل میده. هنوز نمیدونیم دقیقا از چی ساخته شده، اما جرم داره و با گرانشش روی ساختار کیهان تأثیر میذاره. کمک میکنه کهکشان‌ها کنار هم بمونن، باعث شکلگیری شبکه کیهانی شده، در شکلگیری و رشد کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی نقش اساسی داشته و با گرانشش میتونه مسیر نور اجرام دوردست رو خم بکنه، چیزی که بهش میگیم عدسه گرانشی. حالا تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن قرار یکی از قدرتمندترین چشم‌های بشر برای بررسی رازهای کیهان باشه، مخصوصا چیزهایی که نمیتونیم مستقیما ببینیم. یکی از عجیبترین ویژگی‌های این تلسکوپ اینه که میتونه در مدت زمان 1 سال اونقدر از آسمون رو با جزئیات تصویر برداری بکنه که برای تلسکوپ هابل حدود 100 سال طول خواهد کشید. اما هدف فقط گرفتن عکس‌های بیشتر نیست. رومن قرار میلیاردها ستاره و کهکشان رو بررسی بکنه تا دانشمندا بهتر ماده تاریک رو مطالعه بکنن و بفهمن چطور در کیهان پخش شده و چطور روی شکلگیری و حرکت کهکشان ها اثر گذاشته و شاید رومن بتونه یکی از بزرگترین معماهای کیهان رو یا حل بکنه یا ما رو یک قدم به حل کردنش نزدیک بکنه. اینکه ماده تاریک بالاخره چیه؟